اول که زندگی میکردیم میدونستیم که مادرمون چیه توجیک نیسته. عرف و عادت تاجیکی رو نقض از خود کرده، خوراک‌های ملی تاجیکی رو نقض میپزد. دو تا خالم همو شهر تیومن بود، یا دیگه‌اش کراسنویارسک بود. اوش ندیدیم، همون تیومن رفتیم و بازگشتیم اومدیم. ینگای زینورا از دیگر دولت اومد با لباس‌های دیگری که اروپایی لباس‌های ملی را از خود کرده است، زبان تاجیکی را آموخته است. جای تولد اوتم امی تومین بود آخه، امی یک قشلاق پسیلک بود آخه، برافسکوی نام داره. و چه ماموجا پدری ما هم 1929 سال تولد چی دیگه. و چه مام خیلی خردش یک چیزا آخه، یک سال آخه. آنا چم 4 گوده کردیم، یک تاش خیلی نبود شد، اینم سه تاش حیات هستیم خیلی. سه خواهر دیگه هم دارم آخه، در همه روسیه. خیلی ما مایده مونده بودم، 6 ساله بودم، و چند وزمین بود، فرما دا کار میکردیم، گو جوش بدیم آخی. خیلی پدری ما چیز کار میکرد، از پرور بود. تولدی خودم 1951 دا تولد شدم بچم آخی. این 38 تمام کردم، وزمین خونده به پدر چخیل کلانه، وزمینه خونم من آخی بود. خیلی کار کردم، من گو جوش بدم آخی. اوچم ده وزبین بود. اوچم گفت که خیلی من تاجیکستان روان میکنم. تاجیکستان ده سبک ترکه خیلی زندگی اوجا خم قین بود آخی. ایجا گرمه آخی. ایجا یک خاله داشتم همه یک قشلاق مندن تتکولده زندگی میکرد. و اوچم گفت خیلی بچم پیش همون متر روی میکنم کار کنی. چیز شوینی فابریکه دا کار کردگی مخی. ما اینجا آمدم خواشم خشرو یک وزوده خیلی خیلی خوا رسیده نیسته بچم رسیده خانه اینجا هم آدماشن خشرو گم میزنن لباس سری لباسشن خشرو و یا یک وزوده خالم فیراد کرد میگه که خواهرم اینمی متر شو میتم اینجا تاجیکا اینمی خیلی چی میکنن خیلی شو میتین و زندگیشان خشرو میبرن خیلی تو یاد میگیری تاجیکی رو یاد میگیری خشم شوی تاجیکی که داشته یزنم تاجیک 100% گپ میزد آخه ریزوگیری ای اوچم گرفتیم آخه ریزا خیلی پدر که نداشتم آخه با اوچم گفته خیلی آدم خوب باشه خواهرم خیلی شو بتینگ شد گفته ما رو همه در آوردن یک خانه ده نشان دادن آخه اینم خالم گفته گفت که اینم خیلی میگیری یا نمیخوای ما یوش بدم نمیدونم خیلی توی تاجیکی کردن توقی کردن کرتوی سندروز پشاندن خیلی همه چیزی تاجیکی با بالا بردن خیلی قدیمی کوهی بالا قین بود خیلی یکم کلمه را نمیدونستم با من خودم ده یک روچکی چیز سلاواری کردم با سلاوار ده مینویسم مثلا نون خلیب اینم خیلی چیزور تو مردکم تو آمدن و یاد میگرفتم با خیلی سینگلو هم یاد میدادن هم دختر کویه با همین اون پذیره میپختیان رفیده ایجاد رفیده ما رفیده خواهرم رفیده نام داره ما خلایی گفتم که رفیده برای زینورا جان گفتن رفیده رو بگی بیر نون ببندیم ینگمشن ینگی کلونیم گفته سه با ما گفتم که ای رفیده همی خواهرم هم خیلی اومده باشه بیره برامدیم ایورم بیره ده سودگی گفتم آکا اگه ما یه تو رفیده
با یک маша хандид, шуморам хандид, я маша хандид. Ба гуфта, какой тебе рафида надо? Мы гуфта, мне тети рафиды просто, это нет, гуфта, вот, гуфта, лепешка пекут, гуфта, уруси медони сохай, гестики кор мекат. А я муджа ба фамидам ки рафида ами чи бидай, нун пази бидай, хай. Хай ма бисёр чизора хато мекардам. Ина мисол коса чини меган, бір зайнрожон я коса در آب گیبر ما خالی چینی رو میرفتم ای مکتب فیراد میکردم اینم ایم ایجاخه. وقتی که ینگای زینوره از دیگر دولت آمد با لباس‌های دیگر یعنی که اروپایی لباس‌های ملی را از خود کرده است، زبان تاجیکی را آموخته است. او چه خیلی میکنم من رنگ نگاه میکنم چه خیلی رفت اومد میکنم نگاه میکنم میروین پاپوشوشن یعنی من اسم مام خیلی میکنم رنگی اما میکنمش با اوز فوریده امی خشتمان من گفته زنگ اینم پیش گوشن میرم گوشن میجوشم تلقاتشون خیلی میروم اینم خیلی میکردم خیلی تری مگام میزنم و نمیدونسته با دستم قطع اشاره میکردم اینم مثل مر ایربته دادنده خیلی با سحر میخواستن شیر پیر میگیرم میورن میگم خیلی خزور رحمت خشون انم خیلی میکنم مامم دستی کندیشنم میمونم چی میکنم خیلی نم خیلی یاد گرفتم بچه‌م خیلی خشتمانی ما آمدن ده بچه‌م 78 ساله بود کمپیر پیر بود خیلی ایما می ندور بود خیلی آمدم خیلی ما تاجیکی رو نمیدونست چیزی که باشه کرتوش میشوشتم نمولش فقط مرا نمولش میفرید نمول سفید فقط میکرد انا چیز پاپوشوش پیشت میمونم با ای پشتم چی میکرد خیلی با همه یک سالم نبود با نبود چی تو خیلی کمپیر بسیار چی نکنم خسرم باشه دیدای مرا مالدیس گفت خیلی ریزو بودن همه ریزو بودن نکه ایما خالم اومد پوچوفکا قطعی روی کردن همی تاجیکستان رو ببینشه آمد معقول شد مردک من معقول شد گفته یزنی ما ایتا مردک خوب بوده یا خیلی چیز نمیکنه هیچ چیز چاقل نمیشه او میره و کار میکرد میگشت میومد آخی اکه عمر با ینگای زینوره زن و شوهر حلیم و مهربان بودن همسایه خوب بودن معامله خوب داشتند یکدیگر فهمی داشتند زندگی خیلی خوب گذراندن با هم دیگر شفیور بود آخی شفیور امی خلیب میکشید دوشنبه ساعت 5 میخواست میرفت شیر قایماق تورک موشینود میورد چیزود столовой میداد با خمام قطیش با میرفتم رزوایت میکردم اینم گفتیم ارسو عرف و عادت تاجیکی رو نقض از خود کرده خوراک‌های ملی تاجیکی رو نقض میپزد نان‌های معرکگی چپاتی کلچه و حلواهای بهترین میپزد پزنده خوب است خمیر کردم و یاد دادن اپم ششته یک بود مانده اینم خیلی یک استولچه او رو گفتم من چی نمیکنم خمیر شوریدم با ایقاو مندازم بشرم وزبین بده یا خیلی نسام دیلی وزبین بده کارتون کلونده 10 نون و روز کدم نشون داد خیلی روز کدم خدم همش موندم روش پشوندم الو چی کدیانده با گفته بیا بریم خیلی ببندیم زین رو جان خردم کای سینگلم قطعی و گفتم اپا کویا که تو ببنده و تاف دونی کدیم خیلی او چسبوند امام گفتم من به چسبونم یک تا چسبوندم یک تا می چسبوندم غلطید توپ زد گفتم نمیکنم دیگه نه ترس گفته هیچ نگو بیچاره بود یوم چسبم امی خشرو چسبیده میگیردی خشرو خمام فوریده خیلی گرمه یا خیلی نمال قدی میپشن میگه قشوت میسوزه زین روزان قشوت ببند مرا چگیر کدیستیم باستیم هم خیلی با خدم خونی خدم دا چی میکردم پستایان نون چونون با خیلی کشم باشه با نونی توجیکی دیگه بچم نون توجیکی دیگه فطیر شکرو میکنیم هر یک چیکدانده نون ده شکرو میکنیم اینو ولی خوزریم هم خیلی خیلی
аввал ки зиндагӣ мекардем медонистем ки модармон чи тоҷик нест. Хай фарқ доштак. Хаям ягом хеле бо ҳастаини гапзанишон мисол ягом хеле чи буда гоҳ гап занида. Хай буд хай як гап мезана ки урси як тоҷикӣ арилаш бо гап мезадан хай. Яъне чой дарой мекунам, мега бир чой кабуд берма, чой карк мегум шави. Каркаш чи я мегум фай. Чой кабуд бугум карк мегуфтам. Бисёр чизоро чи мекардам, хай хато мекардам. Хай ба ёд гирифтем, ама оста-оста ёд гирифтем. Як номи инами Қайсингуле Мурадалим ном дошта, хонума меомада пол мекард, охе инама гӯш кунӣ, охе баш бор бигӯ. Ба ӯро фақат бо мегуфтанд сағира. Ота ки надошта, ӯ сағира мегуфтанд. Ба мардакам кор дар рафта, ӯ мардак омад, ҳама Мурадали Худо раҳматаш кун омада. Ба гуфтам аки сағира. ما خلای گفتم نام او صغیره خیلی چی میدونم اینو شما رو خندیدن آخه ولی تلویزیون بخندن گفتم اکی صغیره شما کی پولو میکنین آخه با یک مخشمش خندی دم نزد میکی دم نزد با ما خیسینگر ما گفتم که اپا و اکی صغیره اومده کمی کدوم صغیره وای گفتم صغیره گفتم او صغیره نیست مرادلی نام دارم اولی اما به خدا خما خنده میگیره گرچنده که وی ملتی دیگر هم باشد عرف و عادتی تاجیکی ما رو بهتر از خود کرده که زنی مهربان و شیرین زبان می باشد. ما سفید پوست بودم هم ای مرا خیلی زنی قشرو آورده یا خیلی همش یاد گرفته ایش میشنیدم خیلی میشنیدم با می ینگم شم خراشو میگفتن روشیر یگم گپ کم کم میدونستن خیلی نغز گفته خیلی چی میکردن پشتم ده ایتری میکردن با ما اوکی خیلی میکنم با ما وقتم خوش میشید آخه میگم خیلی مرا значит نغز میبینن آخه ما دیدم امی خالم امی خیلی کرتوی نمی تاجیکی پوشیدگی نمی استیندروز نمو ما ده پروستا معقول شد یه گفتم بسیار امی تاجیکو چی میکنم با مرخصاش مرا میفورید خیلی на самом деле گفتی آرسو تاجیکو چیزای خوشروان آخه چیزاشون اینم لیمرات سری باشد. اپای زینوره دخترانش رو نصف تعلیم تربیت داده است. یکی از دختران او چیور است. کرته های نغز می دوزد. بسیار دختران به نزد او کرته هایشان رو برای دختر می آورند. نقش و نگار او دیگر نموده است. مادرمان آموختگی همیشه. اول خیلی نمیتونست با هم اساسا همیشه که یاد گرفت با آموختمونه. همو چه هنری داشت که همو هنراش همش آموخت مانو با خیلی با شوهر داد مانو همه دخترام میگم بچم اگر شد بچم یک گفته نمیشه خیلی گزیله یک ای کار می گزیله پزیله التماس گفته ارسو نرگانی لیز هیچ نگو یکم دیدی که گزیله بیره برو در اوقاتش بمان تمام این فرزندای من خیلی میکنن سوزن همه زندگیشون سوزن این دختری کلونی هم سوزه اون خودش باشه ایوش همش سوزن بخشیدن در کاراخی این مثال یکم گپ او گفته باید ما ببخشیم یا که او ببخشه و زندگی بچم پیش رفتن میگیره نه که اگر که با اینم جنجال کدی به خونه کلیت میشه من میخوام که می جوانورا این وقتا نمی جوانورا همیشه خسوری خوشتمانش уважать کنن بگردن به چی نکنن مردک چنا بچورا اپای زینوره باشد یادی وطن نکرد تاجیکستان رو وطن خود قرار داد تاجیکستان همچنان میگه وطن همه خشت برویم بچم دو خواهر دارم در همه روسیه اولی همه خواهرم راضیه که هر روز ما گم میزنیم ای حوالم میپرسه همه تاجیکستان 100% ما در مقام 100% این ما 50 سال یکم گیله ندارم اما سالی همه جنگ بود بگریزیم بریم گفتیم نگریختیم ششتیم گفتم ایره پرتون برم ایوجی اومده نتونم دیلم سوخته و بروی مردکم گپ راست کن مردک من نفریدم خودش توقع اوتا اوچن که نداره دیلم سوخته گریف آخه نه پرتافتیم تو اینمی تو چیزش چیدن خودم نگاه کردم شد دیگه هیچ که ایوچمشان خولمشان هیچ یکم تا نمونده فقط این خودم همیجه اختی همه خدای دودگیم فرزندم کرفکلرین سینن نیگه قوره
ko'skaylaring qora bo'lmag'ach, yash yurakda nega o't qobizdim, yolqinimda o'zing bo'lmag'ach. ду та холам ҳаму шаҳри Тюменда буд. Яте дигаш Красноярскда буша ҳаму ҷай уша надидем. Ҳаму Тюмен рафтем, гаштем, омадем. من همه ویبر کردگی من بچم تماما پشیمان نیستم. خیلی شگر اینا 50 سال 52 سال زندگی کردم، بسیار نغز زندگی و شگر فرزندوم امیجا که گوری نخی بوده کم نویرو کم امیجا او رسیده که خیام دو خواهرم که گم میزنیم 100 بر شکرونه میکنیم. نه پشیمان نیستم، یا گونگر پشیمانی ندارم. یا خدای تعالی یک کنجی امونی رو بتیا سری پری بتیا بسایا میخوایم. خدای تعالی نمی بچه نمی کلبارو ساخته یا مجاده تو چند قداریم عمر من بسر ببریم خواهیم نمی خیلی آخه حوزیم در پیشش میشینم میگه خدا را شگر که مثال این گونه بچه دارم که مثال من همیشه دعا میکردم شب روز که عرق نوش همین خیلی نباشه در همین جامعه مثال که همیشه مقصد سربلند باشد. اما یک بچه بود که خولیگانی نمیکرد و خیلی حالی هم بچه من تماما خولیگان نبود و خیلی ایرکا کلون کردم هیچ نگفتیم نه که بچه چی بچه خوبه اون ای هم متی که بپرسین بچه عمر چی خیلی باشه همه تا میگن خیلی بچه من خوبه. دختر از پسر مثال همشه یک خیلی نگاه میداره مثال خیلی بین بچه و دختر چی نداره که مثال بچه ما بالا دانم یا که دختر ما بالا. اما دخترش هم خوبه بچهش هم خوبه. آخ ما چیز نمیکنم این کسال میشم دویدم یا چی بیارم تا یا چی کنم تا 1000 بار شگرم میگم خیلی فرزندارا کده خوب بده یا خیلی همه نغزن خیلی 25 نویره دارم 4 اویره دارم ولی باید 4 100 بار شگرم خدای کنم.